یکی از خدمت‌هایی که من این سری توی مسیر بهش مواجه شدم، خیلی کارهای قشنگی تو این ایام داره انجام میشه. یکی از اونها کاری هستش که معمولاً زوار گرفتار هستن، خیلی نمیتونن خط تلفن همراه بگیرن، اینترنتی دریافت بکنن و خبری به خانواده بدن، خبری از اینجا بگن و گرفتار هستن. چند تا جوان خوش‌ذوق و نازنین یه تعداد تلفن همراه با خودشون آوردن با یه سری خطوط خاص و ویژه که به صورت مستقیم وصل به اینترنت میشن و مستقیم با گرفتن شماره افراد از این گرفتاری و مشکلات رو نجات میدن. تصاویری از این دوستان برای من عکسش فرستادن و من خلق و بد بهشون گفتم و احسن به این فکری که چقدر فکر پسندیده ایه و چقدر کار مردم و زوار رو راه میندازه. تصاویر کوتاه ببینید، مهمان داریم.